سلام، ما الان در راهروی یک بیمارستان هستیم. ایشالله که گذر هیچ کدوم از شما به بیمارستان نیفته و همیشه سالم و سرحال و تندرست باشید. اما خب به هر حال بیمارستان شفاخونه است دیگه، یعنی هر کس دردی داره میاد اینجا که درمون بشه. اما یه سری دردا هم هست که نیست درمون پذیر، یعنی درمون پذیر نیست. یعنی شما هر چقدر دوا و درمون اینا بکنی. ببخشید اسم بنویس چیه؟ سید علی الحسینی الخامنه‌ای. به به، بفرمایید. پس مثل که همچی بدم نشد. مقام عظمای ولایت، مبدع هلال شیعی، اراده برتر، مرجع تقلید شیعیان خارج از کشور، حالا طاق‌باز افتاده رو تخت. میخوام ببینیم چه بلای قراره سرش. ببخشید آقای دکتر، مریض دقیقاً در آقای دکتر عجله دارم، خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای دکتر؟ بس که چهرهش همچی آشنا بود نه؟ خب آقای دکتر تشریف آوردین؟ بله. مریض آماده است. بشکافید. چی رو بشکیم؟ آقای دکتر ببخشید، نیاز نیست اطلاعاتی در ارتباط با بیمار داشته باشید؟ آها، از اون لحاظ میگین؟ چرا؟ فقط تند سریع. بله. نام سید علی خامنه‌ای. ایشون از یک سری دردهای مزمن داخلی رنج میبرن که ایشون که اصلا سنگ قبر میخواد، چرا آوردنش اینجا؟ یه چیزی بزن. بشکافش. آقای دکتر، من هنوز منطقه درد رو مشخص نکردم، کجا رو بشکافم؟ خیلی طولش میدی عزیز من، قربون برم. تا تو بخوای منطقه درد رو مشخص کنی اصلا نیمه تموم شده، بازی رفته آخه. چندن الان؟ 11 رو 8. 11 رو 8 مگه پینگ پونگه؟ فشارشو گفتم. فشارشو کی خواست؟ من بازی رئال مادرید بارسلون رو دارم میگم. شما بگو این چه مرگشه آخه؟ کلستروماگالونشون از قسمت انتهایی دچار التهاب شدید شده. بعد این کلستروماگالون دقیقاً کجایشونه؟ توشونه؟ خودم والا یادم نمیاد الان. بشکافش آقا، بشکافش. آقای دکتر، این هنوز پولشو کامل واریز نکرده. بشکاف آقا، چی رو میشکافی؟ قربون شکلت برم. نمیخواد بشکافی، اصلا تمام وقت ما رو هم گرفته. تا تو میخوای بشکافی یه نیمه رفته. چند شدن الان؟ آقای دکتر، بابا بیمار وضعش خرابه ها، میمیره ها. به درک که وضعش خرابه. اصلا بذار بمیره. من خودم هزار تا مشکل دارم، هزار تا درد دارم. قربون شکلت برم. تا واریز نکرده نمیشه آقا جان. نه خیر، باید واریز کنه اول. چی رو واریز کنه؟ کدوم پول رو واریز کنه؟ از کدوم خزانه؟ بابا این رفت زهر خورد که تناب تحریما شغل بشه، دلا سلا شد. بعد هر چقدر هم پول آزاد شده بود، روحانی ورداش رفت ایرباز خرید و رفت خرج اتینا کرد. خرج اون عمل عظما کم بود، حالا خرج این عمل هم بهش اضافه شد. باشه. میشکافیم، عمل نمی کنیم، میدوزیم بره. یا میشکافیم، عمل نمی کنیم، میبریم خودش به دو کوک سردستی بزنه. بشکافش آقا، بشکافش. آقای دکتر، الان 4 تا پنتوزسین زدیم، هنوز بیهوش نشده. چی زدی اما تو که با 4 تا پنتوزسی هنوز سر پایی؟ ها؟ تو که اینو نها کن بینه. نگاه دست بهش میزنی ها، نیکوتین پس میده. 6 میل 2 لیتر مورفین بهش بزن، تموم شه بره. این چرا یه پا نداره؟ آقای دکتر، این عکس دستشه، عکس پاش نیست. بله. عکس دستشه؟ اینوریه. بله. بعد عکس میگیرن، میدونی آدم فکر میکنه یه پا نداره. این چیه؟ یه مجموعه از غده های سرطانی اینجوری آویزونه. نگاه کن. جلال خالق. آقای دکتر ببخشید، این تسبیحه که تو جیبش جا مونده بود موقع عکس گرفتم. بله. تسبیح؟ بله. عجیبه واقعا. جلال خالق. خوب عکس میگیرن ها. بله. زمان ما از سوفیا لورن عکس میگرفتن، از اون برای دستگاه جوادی آملی میومد بیرون. خب بیا شما این نگه. خب دوستان شما آماده این شکافتید این قسمت رو؟ بله. خیلی ممنون. بله. عرض به خدمتتون که اینجا محوطه شکمیه. اگه شما دقت او چه افتضاحیه اینجا. شما این قسمت رو ساکشن کن. بله. این اصلا یه روده راست تو شکم هست. این روده است یا جاده هراز آخه. خب اینجا همونطور که گفتم دوستان شما دقت کنید، این قده رو میبینید که اینجا قلمبه شده، عفونی شده. اینو همینجوری با دقت و تمرکز بالا قیچیش میکنی، میکنیش، همه میندازیش میره. این تمرکز میخواد.
این تمرکز میخواد. آقای دکتر جان. ببخشید جان. این تهالش نبود، شبیه تهالش بود. منظورت چیه تهالش نبود؟ اگه اون تهالش بود پس این چیه؟ این شوش قربان. مگه قورباغه است که شش داشته باشه؟ این آبشوشه قربان. حالا هرچی همینو دارم میگم تمرکز کن. 3 میل کورتیزون بزن به این. وایساده منو نگاه میکنه. این صدا چیه میاد؟ بیت 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 میاد رو اعصاب من. تمرکز منو به هم زده. اون قلبش آقای دکتر داره میتپه. در تمام طول عمل خواهشاً این تپش رو وایسونید که این صداش منو اذیت نکنه. تمرکز باید قطع کنیم آقای دکتر. پس نه یارانه هاشو قطع کنین. قلبش مگه میزد؟ قلب این بدبخت با همون سانتریفیوژاژ میزد که بعد از اون 11 تن اورانیومی که فرستادن روسیه قلب اینم دیگه ادوانس و ریتارد شد. آقا بجم سریعتر. نصف نیمه رفت ما هنوز تو 18 قدم شکم این بابا موندیم. جمع کنید سریعتر بریم دیگه. اون پنس 2 سررنگی رو بده به من. 2 سررنگی قربان؟ نه آچار چلاقی پس 2 سررنگی رو دیگه. منظور دکتر اینه بفهمید. دست طلا بچه. این چیه؟ آمپول تقویتیه. بزن یه جایش بزن. کجا بزنم؟ چپ یا راست؟ فرقی نمیکنه که دیگه جسم ناقص مقام عظما سیاسی نکنه دیگه چپ و راست نداره که بزن یه جایش اصلا من چه میدونم کجاست بزن همین مونده که هیچی پاستا رو بریزن توی اتاق عمل به جرم نفوس و عماعشا این گوساله ما رو هم دستگیر کنه. خب حالا ما اینجا با 5 تا قده بدخیم مواجهیم که ننه مرده همونطور که مشاهده میکنید صف کشیدن. بله. حالا این قده ها افتاده رو جزیره لانگرهاوسش. میدونی این افتاده رو جزیره احتمالاً مریض یا رو گربه ها پاشیده یا رو نون نشسته که احتمالاً باید دورش نخ بپیچن یا شیر انجیر بزنن درست میشه. ببخشید این جالب این قده ها به نوعی تداعی کننده وضعیت بحران منطقه‌ای هم هست دیگه چون همین که دارن دومشو میچینن تو منطقه اینا درست میگن؟ یه پاکت برداریم بیارین قدا رو بریزیم توش بدیم دست این آقا برداره ببره. بدبختم خفم آقا داره تمرکز نمیکنه آقا. شما دقت نکنید مریض در حالت بحرانی گال بلادرش شما نگاه کنید همون کیسه صفرا شد. اصلا ببین اصلا تبله کرده داره فشار میاره به دیافراگمش نمیتونه اصلا مکاری بکنه. معذرت میخوام اون گال بلادر که فرمودین همون در واقع زهردونشه دیگه اونجا که زهرایی که میخوره جمع میشه توش درست میگن؟ یا این کیسه صفرای طرف مال شما برده ببر آقا. برده ببر بدن ما در بالا. دست مادر نکنه. خیلی ممنون ببخشید با عزتون معذرت. آقای دکتر اصلا ول کن شما لطفاً تمرکز خودتون از دست ندید. آخه من میدونم دیگه این از اینجا میخواد شروع بکنه بعد بندازه تو برجام و برشام و تحریما و بدبختی‌های نظام. من میدونم دیگه بعدش احتمالاً میگه جنازه ناقص این بدبخت رو بندازیم کنار ولایت فقیه رو شورایی بکنیم. همه اینا اینجا مشخص شده. تنها چیزی که مونده این وسط نتیجه رئال بارسلونه که من نفهمیدم چند شد. آقای دکتر ببخشید فقط همین اطلاع دادن که نتیجه بازی رئال و بارسلون 4 تا بارسلون زد. با عزتون. دست بده دیگه. از اولش هم معلوم بود بارسلون میبره دیگه تمام. چی گفتی؟ گفت بارسلون. دست زدین تو اتاق عمل ها؟ دستم درد نکنه. خیلی من. اینو بذار اونجا. اینم بگیر. قابلمه رو بده. بفرمایید بفرمایید. در اینو بذار. بارسلونی اومدی تو اتاق عمل؟ آره تو بارسلون. چی خب فکر می‌کنی من نمی‌فهمم تو گال بلادر مقام نمی‌دونی تو بارسلونی اومدی من نمی‌گفتی سوراختی 4 تا دروازه بار بده من نمی‌فهمم بده توپلا آره همه اینا به خاطر تو بزغاله